خب نکته طلا، اولا استفهام انکاری در حقیقت جمله پرسشی نیست، بلکه یک جمله خبری با تاکید است و لذا قضیه حساب می شود. مثل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها، یعنی آنها حال ما را قطعا نمی دانند. خب همینجا بچه‌ها یه تذکری رو اضافه کنید. حالا من توی کتاب تست توی کتاب درسنامه تست جامعمون اصلا خودم تو کتاب این تذکر نوشتم، اما اینجا توی نردبام ننوشتم، توی حالا ویرایش‌های بعدی باید اضافه کنیم. اینجا بنویسید خودتون، اونایی که الان نردبامو دارن اینجا بنویسن که چی؟ که ممکن است در تست ها انشایی هم گرفته شود. البته ممکن است در تست ها انشایی هم بگیرند. البته ممکن است در تست ها انشایی هم بگیرند. چرا؟ چون راهنمای معلم در واقع اومده استفهام گرفته. گفتم این در کتاب های منطقی پیشرفته انشایی گرفته می شود، ولی به دلیل تنبیه بودن که فراتر از سطح دبیرستانه. در سطح دبیرستان مرسوم اینه که استفهام انکاری رو قضیه میگیرن. مرسوم اینه شما به هر 10 تا کتاب تست که مراجعه کنید 9 تاش انشایی، 9 تاش قضیه گرفته. ولی چون یعنی به احترام راهنمای معلم، آیا کنکور از روی راهنمای معلم طراحی میشه؟ نه. طراحی کنکور مختلفن. ممکن است یکی از طراحی کنکور به راهنمای معلم هم یه نیم نگاهی بندازه، ممکن هم هست نندازه، ولی ما مواردی را دیده ایم به عینه که کنکور ضد راهنمای معلم تست کرده. اینو دیدیم، اونوریش هم دیدیم که مثلا به نظر میاد که این نکته مثلا برخواسته از راهنمای معلم. هر جفتش رو دیدیم. بنابراین نمیشود تضمین داد که چون راهنمای معلم استفهام انکاری رو انشایی گرفته پس ما هم باید انشایی بگیریم. نه، ما مهندسی تست میکنیم، یعنی نگاه میکنیم تو فضای تست انشایی بگیریم تست فقط گزینه جواب داره و 3 تا انحرافی، یا نه قضیه بگیریم. و متا اولا به نظر میاد که قضیه گرفتنش اولویت داره، چون به هر حال جا افتاده تره، رایج تره. ثانیاً اجزای قضیه شرطی میتوانند به صورت انشایی باشن، اجزای قضیه شرطی. ولی اگر کل جمله مفهوم شرط رو برسونه قضیه است. مثل بدو برسی. این بدو چون بعدش میگه برسی امر نیست، این یعنی اگر بدویی میرسی، مفهوم شرط رو میرسه. بدو برسی، بدو برس، یعنی اگر بدوی میرسی. سحرخیز باش تا کامروا شوی. سحرخیز باش ظاهرش امره، ولی کل جمله رو که آدم نگاه میکنه یعنی اگر سحرخیز باشی آنگاه کامروا میشوی. روشنه؟ خلاصه نموداری این قسمت رو ببینیم. عبارت یا معناداره یا بی معنایی، که بی معنایی که دیگه اصلا علم نیست، نه تصور نه تصدیقه. و اگر معناداره یا جمله است یا غیر جمله. خب حالا عبارتی که معنا داره و غیر جمله است قطعا قضیه نیست و تصدیقم محسوب نمیشه، بلکه تصوره. ببینید اینجا بی معنای، نه تصور نه تصدیق، ولی این تصوره. اما اگر جمله بود یا خبر میده یا خبر نمیده. اگر خبر نمیده انشاییه و قضیه و تصدیق نیست، بلکه دوباره تصوره. بچه‌ها جملات انشایی تصورند. این تو تستای دسته یک هم کمکتون میکنه. جملات انشایی تصور هستند. چه هوای خوبی، تصدیق نیست، تصوره. برو بیرون تصوره. و اگر عبارت معنا داشت و جمله بود و خبری میداد، و خبری میداد این دیگه قابلیت ستوکیزم هم داره دیگه، و قضیه و تصدیقه و این قضیه و تصدیق میتواند حملی یا شرطی باشد. دانش منطق فقط قضیه ها رو بررسی میکند. چرا دانش منطق فقط قضیه ها رو بررسی میکنه؟ علتش هر وقت گفتن چرا دانش منطق یه جا ورود میکند یا نمیکند، چرا منطق مربوط هست یا نیست، برید سراغ رسالت اصلی منطق. همه این یه خانواده تست و سوالنا که منطق به فلان مبحث چرا در واقع وارد می شود، چرا وارد نمی شود، چرا به منطق مربوط هست، چرا نیست، چرا در منطق بررسی می شود، چرا نمی شود. همیشه دایر مدار این هدف اصلی منطقه. دانش منطق در پی جلوگیری از خطای اندیشه است.
هر آن چیزی که به خطای اندیشه و به جلوگیری خطای اندیشه مرتبط است به دانش منطق مرتبط است و هر چیزی که هیچ ربطی به خطای اندیشه نداره و اساساً بحث جلوگیری از خطا توش مطرح نیست قطعاً در منطق بررسی نمی شود. خب حالا که دانش منطق در پی جلوگیری از خطای اندیشه است، پس خطا برای خطا وقتی معنا دارد که امکان صدق و کذب باشد. برو بیرون یعنی چی که غلطه؟ غلط اخلاقی گفتیم مد نظرمون نیست دیگه. سوال من میپرسم که مثلا امروز چند شنبه است، هوا امروز چطور بود، این درستی و غلطی نداره که. سوال که درستی و غلطی نداره که، خبری نمیده که بخواد درست و غلط باشه. وقتی خطا بخواد مطرح باشه یعنی باید امکان صدق و کذب وجود داشته باشه که اگه صادق خطا نباشه، اگه کاذب خطا باشه. بنابراین جملات انشایی که غیر قابل صدق و کذب هستند در منطق بررسی نمیشوند، بلکه فقط قضایا که قابل صدق و کذب باشند یعنی هستند در منطق بررسی میشوند. روشنه؟ این تست آموزشی رو بزنید. کدام عبارات در منطق بررسی نمی شود؟ من اون قسمت تصویر خودم و اینا پرید. شما دارید تصویر منو؟ تصویر رفت. آره تصویر از شما هم رفت. خانم کاظمی این تصویر رفته. تصویر رفته. خب الان تصویر هستش. این تست رو بزنید. تصویر درسته بچه ها؟ کدام عبارات در منطق بررسی نمی شود؟ درسته دیگه، دارم گزینه میزنم. بعد بقیه هم بزنن. بسیار خوب. بقیه گزینه ها چیم؟ خیلی خوب. جواب گزینه 2 رو زدین که البته بعضی هم خب نزدن، ولی خب اونایی که 2 رو زدن گزینه درستیه، چون او که به یاد من بود و اظهار ارادت می کرد، این جمله که بعد از که اومده در حکم جمله وصفیه، یعنی صفت برای او. اویی که اینجوری بود خب ثم ماذا گزاره نداره، این جمله گروه نهادیه که گزاره نداره. این نکته هم که این ته گذاشته مهم نیست.
این نقطه مهم نیست. کنکور هم این نقطه رو میذاره، ولی غلط هم هست سوالی میذارن بخاطر که جواب لو نره نقطه رو میذارن. خب این چون جمله کاملی نیست بنابراین در منطق بررسی نمیشه. یا مدارک رو بیاوری یا وام رو فراموش کن. این یه قضیه شرطیه. اگر مدارک را نیاوری وام نمیدهیم. اگر مدارک رو بیاوری مثلا وام میدهیم. این در واقع انفصال بین آوردن مدارک و فراموش کردن وام، انفصال در مثلا کذبشون. یعنی اگه اینو نیاری اون در واقع صادق میشه، اون یکی دیگه کاذب، یعنی باید حتما فراموش کن. خب معتقدم نباید اجازه دهیم بین ما تفرقه بیفتد. خب نباید که نهیه، ولی این گفته معتقدم، یعنی جمله کلش این میشه که من به این که نباید اجازه دهیم بین ما تفرقه بیفتد معتقد هستم. من معتقد به این مطلب هستم. پس یک قضیه است. این مراقب این معتقدما گفتما اینا باشید. آیا به تو نگفته بودم اگه تکلیف ننویسی یاد نمیگیری؟ استفهام انکاریه، چون اینجا ما جواب قطعی داریم اینو قضیه میگیریم که جواب نباشه و بنابراین جواب گزینه 2 خواهد بود که دوستانی که زدن هم همینو گفتن. خب اقسام قضیه. خب این خوبه. قضیه حمله داریم و شرطی. قضیه حمله به ثبوت یا نفی چیزی برای چیزی حکم میکند. کتاب گفته چیزی، حالا شما بگید مفهومی. بالاخره یه مفهوم به یه مفهوم دیگه یا نسبت داده میشه یا ازش سلب میشه. اگر به ثبوت حکم کند فعلش مثبت باشد، یعنی حکمش ایجابی است و به چنین قضیه موجبه میگویند. مثل حامد خواب است و هر کتابی نویسنده دارد. اما اگر به نفی حکم کند فعلش منفی باشد حکمش سلبی است و به چنین قضیه سالبه میگویند. مثل حامد خواب نیست و هیچ کتابی نویسنده ندارد. به رابطه ایجابی و سلبی هم میگن کیفیت قضیه. به این ثبوته یا نفیه میگن چی؟ کیفیت قضیه. است کیفیت ایجابیه، نیست کیفیت سلبیه. خب بریم سراغ قضیه شرطی. البته قضیه شرطی تو درس 9 مفصل بررسی میشه، اینجا فقط یه تعریف میکنیم. همین به اتصال یا انفصال میان دو نسبت. نسبت یعنی عبارتی که فعل داشته باشه. حالا فعلش میتونه اسنادی باشه، اصل بوده شده گشت و گردید، میتونه اسنادی نباشه. مهم اینه که فعل داشته باشه. چون اسنادی ها رو اونایی که اسنادی نیستن ما خودمون میتونیم اسنادیش کنیم. ما برام مهم اینه که فعل داشته باشه. به اتصال یا انفصال میان دو نسبت حکم میکند. مثال برای اتصال اگر تمرین حل کنی آنگاه یاد میگیری و مثال برای انفصال یا تمرین حل میکنی یا یاد نمیگیری. دوستان منطقیه، یا تمرین حل میکنی یا یاد نمیگیری، راه حل دیگری هم ندارد. خب در ادامه این درس فقط قضیه حملی رو بررسی میکنیم. قضیه شرطی میمونه برای درس 9. قضیه حملی همان جمله خبری در ادبیات است. تا حالا ما از جمله ما میگفتیم که قضیه جمله‌ای که خبر بده، منظورم از خبر اعم از خبر مشروط یا خبر غیر مشروط بود. پس جمله خبری در منطق شامل قضیه شرطی هم میشه. اما در ادبیات وقتی اساتید ادبیات میگن این جمله خبریه، منظورشون اینه که شرطی نیست. یعنی تو ادبیات جمله خبری با جمله شرطی اینا قسیم هم هستند. بنابراین قضیه حملی میشه جمله خبری در ادبیات. قضیه حملی میشه جمله خبری در ادبیات. ببینید جمله خبری در ادبیات زیر مجموعه جمله خبری در منطقه. جمله خبری در منطقه میشه کل قضایا که بخششون قضیه حملی هن و بخش دیگه شون قضایای شرطی هستن. رابطه مطلقه. قبلا گفتیم قضیه جمله است که خبر میرسونه، اما این خبر میتونه مشروط هم باشه. اما در ادبیات فقط به جمله خبری میگویند که خبرش غیر مشروط باشه. پس رابطه جمله خبری در منطق با جمله خبری در ادبیات عموم و خصوصه
مطلق است. خب بریم سراغ بخش بعدی. قضیه حملی از 3 بخش اصلی: موضوع که همون نهاده، محمول که همون مسنده و رابطه یا نسبت که همون فعل ربطی یا اسنادیه تشکیل میشه. ممکنه شما بگید که خب قضیه حملی که میتونه فعلش اسنادی نباشه. بله میتونه اسنادی نباشه، ولی ما منطقدانهای قدیم به تبع ارسطو معتقدیم که هر فعلی تو دلش یه اسنادی هست. ما برای اینکه یک جمله منطقی رو، یک جمله عادی رو، یک جمله متعارف رو استاندارد سازی کنیم، به استاندارد منطقی، حالت استاندارد منطقی درش بیاریم، خودمون اسنادیش میکنیم. یعنی مثلا میگه او نهار خورد، ما میگیم او خورنده نهار بود، خودمون اسنادیش میکنیم. پس بنابراین به هر حال این مسند و رابطه که فعل اسناد باشه رو داره، ولو که در ظاهرش دیده نشه. یعنی بعد یه تغییر تحولی بکنه بعد دیده بشه. به هر حال این رابطه که فعل اسنادیه رو داره. نکته: در منطق محمول همواره یک مفهوم کلی است. محمول یعنی درس، مثلا درس منطق درس تحلیلی است. درس منطق موضوعی که بهش نهاده که بهش میگیم موضوع، درس تحلیلی مسنده که بهش میگیم محمول، و است فعل ربطی که ما بهش میگیم رابطه یا نسبت. همون کیفیت قضیه است. خب در منطق این محموله نمیتونه مفهوم جزئی باشه، حتما مفهوم کلیه. بنابراین در قضیه پایتخت ایران تهران است، این تهران اسم خاصه دیگه، چون تهران مفهوم جزئی است نمیتواند محمول باشد. پس موضوع این قضیه تهران و محمول آن پایتخت ایران است. یعنی اینجا اگه گفتن موضوع چیه میگیم موضوع تهرانه، گفتن محمول چیه میگیم پایتخت ایرانه، ولی اینکه جاش برعکس نوشته شده. مثال دیگر: موضوع قضیه صاحب این باغ سهیل است. سهیل میشه موضوعش. صاحب این باغ مفهوم ایه، چون این باغ مضاف الیه، صاحب مهمه. پس برای صاحب هم که نه اسم خاص نه این و آن داره، هیچ کدوم از شرایطی که بخواد اسم خاص باشه رو بخواد در واقع مفهوم جزئی باشه رو نداره، که ما حالا تو همین درس میگیم مفهوم جزئی توی جمله چه حالتایی داره. صاحب این باغ مفهوم کلیه، سهیل مفهوم جزئیه. چون سهیل مفهوم جزئیه و محمول نمیتونه جزئی باشه، سهیل رو در واقع موضوع میگیریم، میگیم سهیل موضوع، صاحب این باغ محمول است. خب بریم سراغ استاندارد سازی قضیه حملی که البته من گفتم بهتون، ولی اینجا میخوایم یه خورده با دیتیل بگیم. استانداردسازی قضایایی که فعل غیر ربطی دارند. در منطق رابطه یا نسبت حتما باید فعل ربطی باشد. یعنی است گاهی اوقات هست، بود شد گشت گردید، یا نیست نبود نشد نگشت و نگردید. اگر فعل یک قضیه حملی ربطی نبود لازم است آن را ربطی کنیم و الا محمول رابطه را نادرست تشخیص می دهیم. به این کار میگویند استاندارد سازی. به این کار میگویند استاندارد سازی. مثلا سینا جورابهایش را شست، میگیم سینا شوینده جورابهایش بود. من فوتبال بازی میکنم، میگیم من فوتبال بازی کننده هستم. حالا بعضیا میگن بگیم من بازیکن فوتبال هستم، ولی بازیکن فوتبال یه خورده معناش اینه که من شغلم اینه، در حالی که این جمله میگه من فوتبال بازی میکنم، شاید معناش این نباشه که من شغلم اینه. بس بنابراین بهتره همینجوری بگیم من فوتبال بازی کننده یا بازی کننده فوتبال هستم. حالا نه اینکه بازیکن فوتبال اگه بنویسید نمره نمیدن ولی حواستون باشه که منظور از بازیکن فوتبال نیست که من شغلم اینه. خب بریم یه نکته طلا با هم ببینیم. غیر از است سایر افعال ربطی معنای غیر ربطی هم دارند، یعنی مشترک لفظی هستن بین دو معنای ربطی و غیر ربطی. در قضایا باید مراقب بود که این افعال به معنای ربطی به کار رفته باشن ولی نیاز به استاندارد سازی دارند. البته بچه‌ها است هم در متون کهن معنای غیر ربطی داره، یعنی است در متون کهن به معنای هست هم به کار میرفته، یعنی موجود هست.
ولی امروزه به کار نمیره. امروزه ما نمیگیم من استم، نمیگیم او مثلا است، میگیم او هست، من هستم. البته در مورد نیست چرا؟ نیست به معنای موجود نیست به کار میره، ولی است به معنای موجود است امروزه در ادبیات رایج ما به کار نمیره، ولی در گذشته به کار میرفته. خب از بود شروع کنیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یکی بود یعنی یکی موجود بود، یکی نبود یعنی یکی موجود نبود. اینجا محمول ما موجوده و رابطه بود یا نبوده. باشه؟ یعنی این بوده رابطه نیست، اول باید اسنادیش کنیم بشه موجود بود، حالا این بوده رابطه است، این موجود هم میشه محمول. اگر نکنیم این کارو بگیم مثلا یکی بود زیر بود خط بکشم و بگم این رابطه است، غلطه بچه‌ها، این رابطه نیست. این یکی بوده رابطه است. این بود با این بود اشتراک لفظ دارن. یکیش بوده کانه تامه است به قول عربا، یکیش کانه ناقصه است. ما اون ناقصه رو میخوایم، کانه ناقصه که فعل اسنادیه، ولی کانه تامه که فعل اسنادی نیست به درد ما نمیخوره. البته دوستان یه نکته رو هم من خدمت شما عرض بکنم بد نیست، و اون اینه که بله، و اون اینه که یعنی خارج درس ها، این نکته تو پرانتز ربطی به درسمون نداره. این جمله یکی بود یکی نبود و بعضی از فلاسفه یه دقتی روش انجام دادن و گفتن که این جمله اشتباه داره خونده میشه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، معنی نمیده یا مثلا یکی بود یکی هم نبود. خب معلومه دیگه خدا بوده دیگه یکی نبودش دیگه چیه؟ کیه که نبوده؟ میگن این جمله درستش اینطوریه، بعد بگی یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. یعنی یکی بود همونی که بود یکی نبود. این یکی نبوده دوم داره به همون یکی اول برمیگرده. یکی بود یکی نبود یعنی خدا یک نیست. یک حدیثی از امیرالمؤمنین که ایشون میفهمن که واحد یعنی یک 4 تا معنی داره که 2 معناش در مورد خدا غلطه و 2 معنای دیگهش درسته. یکی از اون معانی واحد که در مورد خدا غلطه همین یک عددی، الواحد به تعویل عدد. یک عددی در مورد خدا غلطه، خدا یک عددی نیست. برای همینم یکی بود یکی نبود. خدا کسیه که یکی نیست. یعنی اینطور نیست که بگیم ما خداها رو شمردیم یکی بود، حالا شاید بعداً مثلا بشه چند تا، ولی فعلا ما شمردیم یکی بوده. این حرف غلطیه، چون خدا واحدی است که 2 براش معنی نداره. توی بحث‌های فلسفی میگن خدا محدود نیست که شما مثلا بگی این مثلا اینجا خدا این یه دونه بعد حالا دومیش کو، نه، اساساً قابل شمارش نیست. شمارش برای خدا معنی نداره. پس این درسته که یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. البته این نکته همونطوری گفتم فراتر از کنکور و کتاب درسی و درس، اینو فقط برای حالا یادگاری به خودتون گفتم، پرانتز بسته. بریم سراغ فعل بعدی. هست. او در خانه هست. هست به معنای حاضر است می باشد، لذا ربطی نیست. استانداردسازیش میکنیم، میگیم او در خانه حاضر است. این هسته یعنی چی هست؟ نه، هسته تامه است. هست یعنی موجود است یا حاضر است. پس میایم فعل رو عوض میکنیم، تبدیلش میکنیم به است، میشه او در خانه است و وقت رابطه پیدا میشه. پس این هسته رابطه نیست. این هسته رابطه نیست، این استه رابطه است. شد سرم به پای تو خواهد شد. شد به معنی رفته، لذا ربطی نیست. سر من به پای تو رونده است. شد آمد و شد دیگه. شد به معنی رفتن،
اسنادی نیست. گشت، او کیفش را گشت. گشت به معنای جستجو کرده است، لذا ربطی نیست، او جستجو کننده کیفش است. البته باید می نوشتم او جستجو کننده مثلا درون کیفش است، چون یکی از بچه‌ها تذکر خوبی داد توی کلاسی، گفت اینجا به نظر میاد که داره دنبال کیفش میگرده، در حالی که تو جمله اصلی این بوده که داخل کیفو داره میگرده. شاید یه خود بد اسنادی شده. بعد میگفتیم او جستجو کننده داخل کیفش است. اینجوری بهتر بود. ولی به هر حال این گشته اسنادی نیست. این غلطه، درستش اینه. گردید، آفتابگردان به سمت خورشید گردید. استانداردسازی می‌کنیم آفتابگردان به سمت خورشید گردنده است. گردنده بچه‌ها درسته. من توی لغتنامه نگاه کردم، گردنده داریم. حالا شاید مثلا شما یه قشنگترش گردانه، مثلا او به سمت خورشید گردان است. آره، ولی ما دنبال زیبایی نیستیم دیگه، دنبال درست. گردنده درسته، چون درسته میشه به کار برد. منم یکم تعمد دارم که زشت بشه که شماها این دانش آموزا برخی اوقات شرطی هن که میگن چیزی درسته که زیبا باشه، تو دهن خوب بیاد. من میخوام شما این از ذهنتون بیفته، زیبایی ملاک درستی نیست در منطق. خیلی خوب. اما مثلا گردیدی که به معنای این که مثلا بله حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، اینجا گردید یعنی شد، این اسنادیه. درسته؟ یا گشت، گشت غمناک دل و جان عقاب. دل و جان عقاب غمناک شد چو از او دور شد ایام شباب. دید کش عمر به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. الی آخر شعر عقابه که مشهوره و خیلی روان و زیباست. خب شدنم که واضح معنای اسنادیش و هستم معنای اسنادی، بودم معنای اسنادیش روشنه. خیلی خوب، بریم یه تست آموزشی بزنیم. این تست آموزشی رو بزنید دوستان. اینو میگه محمول در قضیه هیچ گرهی نیست که وا نشود کدام است؟ یک گره، دو گره واشونده، سه گره که وا نشود موجود. بزنید تستو. بله خوبه. خیلی خوب، دوستان بازم دارن درست میزنن تستو. حالا ایشالله ما که بدبین نیستیم، حتما پاسخنامه هم نگاه نمی کنم، ولی خب درس هم بالاخره بالا گفتیم نکتهشو دیگه. گزینه 4 هست. خب چرا؟ چون هیچ گرهی نیست که وا نشود. درستش اینه که هیچ گره نشونده‌ای موجود نیست، پس محمول میشه موجود. موضوع میشه هیچ گره وانشونده‌ای، محمول میشه موجود و نیست میشه رابطه. این نیسته رابطه نیست، باید بشه موجود نیست، باید این نیسته غیر ربطیه باید تبدیلش به نیست ربطی. خیلی خوب، هیچ گره که وانشود موجود نیست، این موجوده میشه محمول، رابطه میشه نیست. خیلی خوب، چند تا نکته در باب استانداردسازی. جمله گفتین کتاب من نیست. خیلی از بچه‌ها فکر میکنن به خاطر این نیسته این سالبه است.
یه گفت کتاب من نیست دیگه، در حالی که به خاطر این گفته موجب نه سالبه. زیرا این جمله به صورت استاندارد این گونه است: او گوینده این کتاب من نیست است. گفت یه فعل مثبته و فعل اصلی جمله گفته. گفت این کتاب من نیست یعنی او گوینده فلان است. حالا فلان میتونه سوال باشه، میتونه امر باشه، میتونه منفی باشه. فعل جمله تعیین کننده ایجابی یا سلبی بودن است. بنابراین اگر فعل منفی بود در هنگام استانداردسازی باید مراقب بود که رابطه سلبی باشد. مثلا میگه او با ماشین نیامده است، بعضیا اصلا میگن رابطه، در حالی که اصل رابطه نیست چون فعل منفیه. او با ماشین نیامده است، پس باید استانداردش کنه او با ماشین آمده نیست. ببین منفیه باید بره رابطه بشینه، میشه او با ماشین آمده نیست، سالب است. در استانداردسازی مراقب حذف شدن نهاد یا جابجا شدن آن باشید. کتاب را خواندم، من خواننده کتاب هستم. من خواننده کتاب هستم. درست شد؟ بعضی از بچه‌ها چون منو نمیبینن کتابو میگیرن موضوع. غلطه. اساسا را وقتی راه مفعولی باشه، چون ما انواع دیگه راه هم داریم، یه راهی هم داریم که سر نهاد میاد. نه، راه مفعولی. راه مفعولی همیشه بر سر مفعول میاد و مفعول نمیتونه جزء موضوع باشه. مفعول همیشه جزء محموله. ما مفعولی نداریم که جزء موضوع باشد. دقت کردین؟ پس میشه من خواننده کتاب هستم. تو را دانش و دین رهاند درست. استانداردش میکنیم، میگیم دانش و دین درست رهاننده تو است. دانش و دین موضوعه، نه تو که راه مفعولی داره. خب اینا نکاتی هستن که شاید مثلا همینطوری آدم تک تک نگاهشون میکنه به نظر نکات پیچیده‌ای نیان، ولی تو تستای این درس بچه‌ها، تستای درس 6 سهل و ممتنعن. یعنی وقتی آدم جواب میخونه و یا درس رو مثلا داره خودش میخونه احساس میکنه باید ساده باشه ها، ولی توی تست خیلی دشواره. یعنی این سادگی ولی یه دقت‌های خیلی ظریفی میطلبه که باعث میشه تستاش سخت باشه. بنابراین از قضا این درس تست‌های بسیار سخت هم دارد. بریم سراغ اقسام غذای حملی. یادآوری توی درس 3 که ما قبل از درس 6 درس 3 رو درس دادیم دیگه، یعنی 4 و 5 رو از روش پریدیم، پس تازه است برامون. در درس 3 با مفهوم کلی و جزئی آشنا شدیم. مفهوم کلی قابلیت صدق بر مصادیق متعدد داشت، ولی مفهوم جزئی یک مصداق کاملا مشخص داشت و قابلیت صدق بر مصادیق دیگر را نداشت. قضیه یادتونه دیگه درس 3 مفهوم جزئی مفهومی بود که اساسا برای مصداق خارجی شکل گرفته بود این مفهوم و مستقیم میچسبید بهش، در حالی که مفهوم کلی یک معیار ذهنی به ما میداد که بر اساس معیار ذهنیش مصداقش رو پیدا میکنیم. حالا اون مصداقی که پیدا میکنیم یا یه دونه است یا تعداد محدودی یا بی نهایت، اونش مهم نیست. مسئله اینه که یه قالب ذهنیه که لااقل در عالم ذهن و فرض و در عالم در واقع خیال میشد براش بیشمار مصداق در نظر گرفت. که گفتیم بیرون جمله فقط اونایی که این و آن دارن مفهوم جزئی ان و اونایی که اسم خاصن، غیر از اینها همه چی کلیه. حالا توی این درس اصلا داخل جمله رو تو همون درس هم یه توضیحاتی دادیم، ولی توی این درس میخوایم جزوه مفصل براش بگیم. قضیه شخصیه. اگر موضوع قضیه مفهومی جزئی باشد قضیه رو شخصیه بهش میگن، همون جزئی درس 3. مثل جواد کتاب خواند، خب جواد یه مفهوم جزئیه. قضیه محصوره اون قضیه‌ای که موضوعش قضیه حملیه که موضوعش مفهوم کلیه. قضیه محصوره نامیده میشه. مثال هر دانش آموز مفهوم کلیه کتاب دارد. هر دانش آموزی کتاب دارد. خب هر دانش آموزی
دارای کتاب است. بریم سراغ سور یا کمیت قضیه محصوره. ببینید وقتی که قضیه شخصیه است، یعنی موضوعش مفهوم جزئیه، خب دیگه یه مفهوم جزئی یه مصداق کاملا مشخص داره دیگه. همون یه مصداق کاملا مشخص مورد نظر گوینده است. یعنی گوینده وقتی میگه الف به است و الف مفهوم جزئیه، خب الف یه مصداق داره، همون هم مد نظر دیگه. نمیشه من مثلا برگردم بگم که مثلا حمید سودیان که یه مفهوم جزئیه مثلا معلم بدیه، بعد بگم البته منظورم مثلا حمید سودیان نبود. مگه میشه همین چیز؟ تو گفتی حمید سودیان، منظور حمید سودیان بود. یه مثال کاملا مشخص داره. یه مثال کاملا مشخص داره. یه موقع شما مثلا برمیگردی میگی بله این معلم فلسفه منطقا معلمای خوبی نیستن. خیلی خوب، اینجا میتونی بگی منظورم مثلا حمید سودیان نبود، چون بالاخره معلم فلسفه منطقها همیشه همه مصادیقش مورد نظر باشه، همیشه برخی از مصادیقش مورد نظر. من برخی از مصادیقش مورد نظرم بود و نه حمید سودیان. ولی وقتی میگه حمید سودیان دیگه یه مصداق بیشتر نداره که. نمیشه همون یکی هم مورد نظر نباشه. پس چرا گفتی؟ بنابراین ما تو قضیه شخصی اصلا سور نیاز نداریم، چون یه مصداق داره، همون هم مورد نظره. اما وقتی قضیه محصوره شد و موضوع کلی شد، سوال پیش میاد آیا همه مصادیق مورد نظرته یا برخیش؟ همه معلم فلسفه منطقه آدمای خوبی نیستن؟ هیچ کدوم از معلم فلسفه منطقه آدمای خوبی نیستن؟ یا نه بعضیاشون آدم خوبی نیستن؟ خیلی فرق میکنه. شما همینجوری میگم معلم منطقه آدمای خوبی نیستن، همشون یا بعضیاشون؟ اگر میخوای بگی همشون بس سور بدی، بگی هیچ یک از معلمان منطق انسانهای شریفی مثلا نیستن. و اگر میخوای بگی نه بعضیاشون هم آدمای خوبی هم، باید بگی سور بعضی بدی، سور جزئی بدی، بگی بعضی از معلمان فلسفه منطق انسانهای خوبی نیستن. بنابراین یه قیدیه به شکل هر هیچ یا بعضی که بر سر موضوع میاد که به آن سور یا کمیت قضیه میگویند. سور مشخص میکنند که آیا همه مصادیق موضوع مورد نظرن یا برخی از آنها. پس سور یا کمیت دامنه مصادیق موضوع رو تعیین میکنه. مثال: هر سیبی میوه است، هیچ پرنده‌ای بچه‌زا نیست و بعضی اعداد فرد هستند. خب به قضیه که سور آن همه مصادیق موضوع را شامل شود، هر هیچ همه اینها میگن قضیه کلیه. این کلیه رو با اون مفهوم کلی اشتباه نگیره، این صفت قضیه است. اون مفهوم کلی صفت مفهوم بود. اون کلیه درس 3 بود، این کلیه درس 6. اینا اشتراک لفظ دارن، یعنی ربطی به هم نداره. مثل شیر و شیر، یه شیر آن یکی شیر است اندر بادیه، یه شیریه که توی صحرا توی جنگل، وان یکی شیری است اندر بادیه، یکی شیر تو کاسه است. این دوتا جفتشون شیرن به لحاظ لفظی، ولی معناشون شیر خوراکی کجا، شیر جنگل کجا، این اشتراک لفظ دارن. کلیه درس 6 با کلیه درس 3 اشتراک لفظ داره. این کلی کجا، اون کلی کجا؟ کلیه درس 3 صفت مفهوم بود، مفهوم کلی، مفهوم جزئی. این صفت قضیه است، قضیه کلیه یا سور کلی. و قضیه جزئیه یا سور جزئی. سور جزئی میشه بعضی، برخی، و سور کلی میشه هر و هیچ و همه. درست شد؟ خب این هر و هیچ میبینیم سور کلی، بعضی سور جزئی، بعضی اعداد فرد هستن. این سور جزئی است. به سور کمیت هم میگن. ما یه خود قبل‌تر گفتیم که به اون اصل و نیسته ایجابی و سلبیه میگیم کیفیت. حالا میگیم به سور هم میگیم کمیت. پس هم کمیت داره قضیه حملی، هم کیفیت داره. البته قضیه حملی محصوره است که کمیت داره و کیفیت داره. قضیه شخصیه چون موضوعش مفهوم جزئیه و مفهوم جزئی که سور نداره، پس کمیت هم نداره. چون مفهوم جزئی یه مصداق کاملا مشخص داره، همونم مورد نظر گوینده است. علی کتاب خواند، علی یه نفر دیگه کتاب خواند دیگه بعضی علی ها یا همه علی ها اینجا معنی نداره، علی یه نفره. پس سور نداره، یعنی کمیت نداره. قضیه شخصیه کمیت نداره.
خب بریم سراغ نکته طلایی. چند تا نکته طلایی که یکیش دیگه خیلی یکیش تلاش 24 عیاره. این نکته چهارم تلاش 24 عیاره. خب نکته یک، کیفیت یا همون ایجابی و سلبی بودن هم در قضیه شخصیه مطرحه و هم در قضیه محصوره، اما کمیت یا سور فقط در قضیه محصوره مطرحه و قضیه شخصیه کمیت یا سور ندارد. پس کلیه و جزئیه بودن قضیه یا همان کلیه و جزئی بودن سور قضیه وقتی مطرح است که موضوع قضیه مفهومی کلی باشد تا قضیه محصوره شود. جالبه نه؟ اساساً اگر موضوع مفهوم جزئی بود معنی قضیه جزئی است. بابا موضوعش جزئیه، باشه قضیه جزئیه نیست چون اصلا شخصیه است، اصلا کمیت نداره. از اون طرف اگر قضیه جزئیه بود یعنی سور گرفت، حالا چه جزئیه و چه کلیه ها فرق نمیکنه، سور گرفته یعنی محصوره است. وقتی محصوره است یعنی موضوعش مفهوم کلیه. پس حتی قضیه جزئیه موضوعش مفهوم کلیه. قضیه جزئیه موضوعش مفهوم کلی است. روشنه؟ چیز پیچیده ای نیست ولی بچه ها قاطی میکنه. اگه فهمیده باشی باید این نکته دو هم فهمیده باشی. با توجه به نکته قبل میتوان گفت موضوع هر قضیه جزئیه کلی است. قضیه جزئیه است یعنی سور گرفته، پس محصور است. پس معلوم میشه که موضوعش کلیه که محصور است. موضوع هر قضیه کلیه هم کلی است. سر حالا شما حضوری نیست، ما سر کلاس حضوری اینا رو بچه‌ها تست میکنیم، خیلی جالبه. مثلا به یکی برمیگم ما موضوع هر قضیه جزئیه چیه؟ مثلا نمیذارم نکته رو ببینم بالاتر میگه خب جزئیه دیگه، میگم نه کلیه. بعد میگم خب حالا موضوع هر قضیه کلیه چیه؟ بعد فکر کنه بعد برعکسشو بگه. میگه جزئیه. ما موضوع قضیه کلی هم کلیه، موضوع قضیه جزئیه هم کلیه، جفتش کلیه چون اساسا محصور است دیگه. اما هر قضیه که موضوعش جزئی باشد نه کلی است و نه جزئیه بلکه شخصی است. نه کلی است و نه جزئیه بلکه شخصی است. یعنی اصلا سور نداره. 3. از نظر منطقی هیچ فرقی بین سور هر و هیچ وجود نداره. هر دو سور کلی محسوب میشن، اما از نظر ادبیات فارسی وقتی قضیه موجب باشد باید سور هر به کار برد و وقتی قضیه سالب باشد باید سور هیچ به کار برد. توجه کنید که هر الف ب نیست معنای دیگری دارد، یعنی بعضی الف هست و بعضی الف ب نیست. مثل هر گردی گردو نیست که یعنی بعضی گردها گردو هستند و بعضی گردها گردو نیستند. پس بعضی الف ب نیست ببخشید هر الف ب نیست به معنای هیچ الف ب نیست بلکه به چه معناست؟ به معنای دو تا قضیه است. هر الف ب نیست بچه دو تا قضیه است، یعنی بعضی الف ب هستن بعضی الف ب نیستن. هر دودی از کباب نیست، یعنی بعضی دودها از کبابن بعضی دودها از کباب نیستن. هر دودی از کباب نیست. خب میرسیم به اون نکته مهم. این نکته رو من تبلیغشو بگم بعد بریم یه استراحتی بکنیم برگردیم که فرش باشیم و اون موقع خود نکته رو بگم. بچه‌ها ما تو درس 3 مفهوم جزئی و کلی و راه تشخیصش رو بیرون جمله گفتیم. بیرون جمله خیلی ساده بود. بیرون جمله فقط اونایی که این و آن دارن و این و آن در اثر هسته گروه اسمی باید بیاد، یا مترادفای این و آن مثل ام در امشب یا همین همان، یا اینجا اسم خاص و سلام. ما بیرون جمله فقط این و آن دارها و اسم خاص ها رو جزئی میدیم، بقیه همه کلی هن. اما درون جمله 5 حالت داریم. میبینی 5 حالت داریم، حالت اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم که موضوع مفهوم جزئی میشه و وقتی موضوع مفهوم جزئی میشه قضیه رو بهش میگن شخصیه. پس بیرون جمله فقط 2 حالت داریم ولی درون جمله 5 حالت داریم. بچه‌ها این 5 حالت رو اگه همینجوری که من میگم یاد بگیرید دیگه همه رو یاد گرفتید.
و جور دیگه هم یاد نگیرید. یعنی جزوات دیگه من میدونم جورای دیگه میگن، میدونم نکات دیگه، ولی اونا همش یه باگایی داره. اینجوری که من گفتم هیچ باگی بر نمیخوره، به هیچ مشکلی بر نمیخوره و همه حالات هم پوشش میده. اون مدل‌های دیگه یه جاهایی گیر میکنه. خب فعلا خسته نباشید. الان 5:30 بریم 5:40 برگردیم که این درس